سلام بچه‌ها، به کانال ریاکتی شو خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از مستر بیست که یوتیوبرها برای $1,000,000 با هم دیگه رقابت میکنن. حالا این چه رقابتی هست؟ بازی قایم موشک، بازی بچگیامون. به نظرتون کدوم یوتیوبر میتونه یه جای خفن پیدا کنه و برنده $1,000,000 بشه؟ بریم که با هم ویدیو رو ببینیم. این بزرگترین استادیوم دنیاست و داخلش 10 تا از بزرگترین یوتیوبرها هستن. این $1,000,000 و هر کسی که آخر از همه پیداش کنم اونو برش میدم. من تا 100 میشمرم، برید قایم بشید. 1 2 3 4 به خاطر $1,000,000 7 8 هی مارک موفق باشی. گنجایش این استادیوم 100,000 نفره و میلیون‌ها جا واسه قایم شدن داره. 51 52 واقعا باید تا 100 بشمرم؟ وقت بیشتری میخوایم جیمی. 97 98 99 100 $1,000,000 برای طرفداراتون. موفق باشید. تو ویدیوهای قبلی چند تا از یوتیوبرها بودن که چند تا چالش دیوونه کننده داشتن. 10 تا رقیب امروز برنده‌ی اون چالشن. بیاین از این ور. عمرن پیدا کنن. از مدرسه تا حالا اینقدر ندویده بودم. خیلی خوب. خب من از این ور میرم، تو هم از اون. باشه. یه جایی خوب قایم شدم. اصلا وقت ندادن قایم بشین. از یه دیوار 2 متری اومدم بالا. جیمی بیا منو پیدا کن. بیاین بیرون، خودتون رو نشون بدین دوستان. باور کنین یه نفر اونجاست. من پیدات میکنم، حالا ببین. بوشو حس میکنی؟ امکان نداره اینجا باشن، بوی خیلی بدی میاد. اون وقت من توی آشغالام، خدایا خیلی چندشه. جیمی من 2 ساعته دارم میگردم خیلی جا کسی برای رو قایم پیدا شدن. نکردم. چرا برای این کارو من جای بزرگ رو انتخاب میکنم؟ ما همه جای استادیومو گشتیم ولی کسی رو پیدا نکردیم. فکر کنم این بازی تا ابد طول بکشه، ولی بعضی وقتا خوش شانسی میاری. مراحل قایم شدن توی بهترین نقطه. درشو باز می‌کنی میپری. این بهترین جا واسه قایم شدنه. حرف نداره. همون موقع که مطبت داشت از سطح زباله میرفت بالا گیرش آوردن. تو آشغال جمع کن نیستی پسر. نه آشغالا. آره یه نفر رو پیدا کردم. همتون توجه کنید. مطبتو پیدا کردم بچه‌ها. واقعا خجالت کشید. نه من لعنتی میخواستم برنده بشه. باور کن همش 12 روز باش فاصله داشتم. میخواست توی سطح زباله من 100 تا اتاق دیگرم گشتم ولی کسی رو پیدا نکردم. واقعا نمیدونم کجا قایم شده. جیمی توی ساختمون ماشینم هست. شاید که تو ماشین باشه. آره راست میگی. ببینم کسی اینجا هست یا نه. نه امکان نداره. داشتم میخوردم به در. شاید باورتون نشه ولی خودم رو پشت انبار نوشیدنی‌ها قایم کردم. باسنم خیس شده، مطمئنم روی استفراغ نشستم. من مسابقه رو میبرم. حرفم یادتون بمونه. این تا ابد طول میکشه. دارم به سختی پیداشون میکنم. واسه همین 5 نفر از کسایی که توی ویدیو قبلی باخته بودن و دعوت کردم که بهم کمک کنن. هدف کاملا ساده است. قراره $1,000,000 رو از دست یه نفر بکشیم بیرون. آره. تو دوست دارم. 5 نفر دارن میان دنبالمون. دیگه دارم میترسم. تو اون طرفو بگیر منم این طرف. 3 2 1 تا یه نفر رو پیدا نکنم از اینجا بیرون نمیرم. دارن میان. این چه کاری من کردم؟ طبقه اول بچه‌ها دیگه کجا مونده که نگشتیم؟ اینجا خیلی گرمه، خیلی هم تاریکه. فکر نمی کنم کسی اونجا باشه. فکر نمی کنی؟ هیچ کس اونجا نیست. من حسش میکنم. وای. من که میگم احتمالاً بیرونن. خدای من. زکو پیدا کردی. به نظر میاد یه نفر پیدا شد. خیلی متاسفم، من واقعا متاسفم. بیرون میبینمت فریج. اما قبل از اینکه برم توی میدون و CHC رو حذف کنم، کارل و نولان به یه چیز جالب برخوردن. اون کارگره داره چیکار میکنه؟ گاریو هی داره عقب جلو میبره. خب داره کارشو میکنه دیگه. به نظرم یکم مشکوک میاد. جیمی یه نفر رو پیدا کردم ولی خودش نمیدونه دیدمش. خب من توی این سبد مانند قایم شدم چون بقیه چک نمیکنن و میگن اون فقط یه کارگره. مخم خوب کار میکنه. کارل حواسش به اون گاری مشکوک بود. بریم ببینیم چقدر حدسش درسته. چقدر بهت دادم تا اون رو بچرخونی ها؟ فقط 500 تا. من 1000 تا بهت میدم. میخوای تو توی زمین ببریمش. عادلانه نیست. فکر کردم اینجا خوبه. هیچ وقت دست به من نمیرسه. آوردم توی زمین چون زندان اون طرف رسید. دنبالم بیا. وای. به خاطر این پیداش کردم که اون کارگره مدام سطر رو میذاشت تو گاری و دوباره برش میداشت. باورتون میشه؟ من که فکرشو نمی‌کردم. ما مارکو رو به CHC رو پیدا کردیم و فقط 7 نفرتون باقی موندیم. فقط 7 نفر موندن. یکم الان
ترسیدم. راستش مامانمو میخوام. به مناسبت پیدا کردن این 3 نفر میخوایم طبقه ششم رو ببریم. بهتون 10 دقیقه وقت میدم که جاتون رو عوض کنید. جیمی میگه جاتون رو عوض کنید. من اونجا راحت میرم. این خیلی بده. فکر کنم باید برم پایین. نمیخوای سابسکرایب کنید؟ حتما انجامش بدید. خب بگید ببینم از طبقه ششم هم اومدید بیرون دیگه، درسته یا نه؟ فکر کنم اینجا جای خوبیه. جام خوبه. فکر کنم قرار اینجا یخ بزنم. واقعا نمیدونم چقدر دیگه میتونم اینجا بمونم. آخه خیلی بوی بدی میاد. من یه بوتم. حتی با وجود متد جدید زک ما داشتیم نزدیکتر میشدیم. ببینم کی میگه اینجا جای مشکوکی نیستا؟ من اگه بودم این چیزا رو اینجا میذاشتم و حسابی حواسم اونقدرم که فکر می‌کنم باهوش نیست. اگه بودی کجا انتخاب ها. من میخواستم رسیپی سطح بالا رو انتخاب کنم و یه کیسه مشکی بکشم سر معلوم نشه. تو کجا انتخاب می‌کردی؟ من فکر میکنم متناسب با لباسام یه جایی رو همرنگ با لباسام انتخاب کنم. یه محیط رو آره که دقیقاً استثار میشه. ای وای خدا. برعکس من که کسی رو پیدا نکردم، ایرک واقعا خوش شانس بود. مطمئنم صورت یه آدم تو اون سطل آشغال دیدم. اون یه آدمه؟ ببین ایده تو آره. اگه تو صداش می‌سره نه. تمام این 5 ساعت اون تو بودی؟ اولش میگفتم به پولش میارزه ولی الان میگم نمیارزید. خیلی خوب بچه‌ها، تو الان 4 نفرتون رو پیدا کردیم. اون توی سطل آشغال قایم شده بود، دقیقاً عین مطبت. بهتون گفته بودم سطل آشغالا جواب نمیدن، این کارو نکنین. به خاطر مطبت و صوفی من دیگه به سطل آشغال اعتماد ندارم. نه کسی نیست. میتونم این کیسه رو ببینم؟ خیلی خوب، تو میتونی بری. چون روزانه هنوزم اینجاست، باید این سطل کوچولو رو بگردم. اون هر جایی میتونه باشه. خب اگه من روزانا پانسینوی کوچولو بودم کجا قایم میشدم؟ بوم! اگه من روزانا پانسینو بودم کجا قایم میشدم؟ بوم! فکر کردم دیگه گرفتمش. واقعا مطمئن بودم. 2 ساعت دیگه هم گذشت ولی کسی پیدا نشد. منم دلم میخواست حلقه کوچیک‌تر بشه. ولی درست قبل از این کار تصادفی یه نفر رو دیدم. اینهاش اگه من میخواستم جایی قایم بشم حتما میومدم اینجا. وایستا ببینم اونایی که اونجان اسنیکرن. آره به نظرم اون لوگانه. به نظر اینا وسایل لوگان. وای بلا تو چند ساعت اینجا بودی؟ متاسفم جواب نداد بلا. تو نتونستی $1 میلیون رو برای طرفدارات بکنی. من سعیمو میرم بقیه رو پیدا کنم. 5 نفری باقی مونده، خوب گوش کنن. بلا هم پیدا شد. میخوام حلقه بازی رو بیارم تا طبقه اول. اینجا همه چی داره جدی‌تر میشه. باید برم طبقه اول. اشکالی نداره. خب دیگه دارم میرم. نظر میاد جابجا شده. وای لعنتی اون کیه؟ وایستا اونو نگاه کنید. اون کیه؟ اون کیه؟ وایستا. وایستا ببینم. لعنتی با اون شلوار بزرگ نمیتونی هیچ کسی رو گول بزنی دختر. من اینجا دارم چه غلطی میکنم. نباید زیاد اینجا بمونم. پیداش کردم. آره پسر شاید باورت نشه ولی من داشتم تو رو از اونجا میدیدم. $1 میلیون از چنگم در آوردی. خیار اینجوری نگو کوک. اون $1 میلیون رو نگاه کن، میتونی باش بای بای کنی. تا حالا 7 نفر پیدا شدن و فقط 3 نفر باقی موندن. استادیومش بزرگه ولی جایی واسه قایم شدن نیست. من از 6 صبح تا حالا اینجام هیچی هم نخوابیدم. داریم سر $1 میلیون برای یکی از طرفداراتون قایم با شک بازی میکنیم. الان طبقه اول قایم شدیم و این زیاد طول نمیکشه. قراره خیلی سخت شه بچه‌ها. اومدیم دنبالتون. خوبه طبقه اولم. خیلی خوابم میاد. خوبه. با زک هولوری و لوگان فقط یه طبقه فاصله داریم. نمیتونن تا ابد اینجا قایم بشن. ما قدم به قدم اینجا رو میگردیم که شامل این سطل آشغالا میشه. موضوع فقط زمانه. سوال اصلی اینه که چه کسی رو اول پیدا کنیم. فکر کنم از
از خودم رد پا جا گذاشتم. اون نقطه ها کار من، از این کار خوشم نمیاد. این یخچال خیلی سرده. فکر کن جای من باشه. اینجا جای قایم شدنه. صدای یه نفر رو دارم میشنوم. فکر کنم یه نفر روی سقفه. یه عایق عجیب اون بالاست. این اثر انگشتم اینجاست و اینا خب کاملا مشخصه. به نظرت کسی اینجاست؟ آره بیا بگردیم. داداش اینجا دماش زیر صفره. منم که شلوارک. کسی اینجا نیست مرد. فکر می‌کردم باشه ولی دیگه از اینجا رفته. از شکار خوشم میاد. عین شکارچی‌ها دارم بوشو حس خیلی مسخره است. هیچ کس باور نمی‌کرد من اونجا باشم. اون اینجاست. معلوم شد که فریزر زیادی واسه لوگان سرد بوده و ما صدای بیرون اومدنشو شنیده بودیم. ما یه دقیقه قبل از زک پیداش کردیم. دو نفرشون همزمان پیدا شدن. پیداش کردم. میدونستم رد پاتو دیده بودم. اون روی سقف بود. کم کم داره جالب میشه. این یعنی لری برنده شده؟ بذاریم بگم. در واقع لری موقعی که قایم شده بود ما همه جای طبقه اول گشتیم و صداش کردیم. مطمئن بودیم که اون استاد قایم شدنه، اما معلوم شد که اون همه مدت روی طبقه دوم بوده. من الان بیدار شدم و نمیدونم باید چیکار کنم. قبالی رو نمیدونم کردیم. گیج خوابالو داشت میومد طبقه اول. من اینجا خب معلوم میشه که یکی از مهارت‌ها اینه که خوابت نبره. خیلی بامزه است. چون لری بیرون زمین بازی بود متاسفانه باید ازش سلب صلاحیت می‌کردیم. این یعنی از لحاظ فنی ولی منصفانه یه برنده داریم. یه بار دیگه بگو. شدیم. جدی می‌فرمایید؟ یعنی میگید و این همون پولیه که تو برنده شدی پسر. باورم نمیشه من این همه پولو بردم. میخوای با پول چیکار کنی؟ البته که میخوام مثل آقای 20 باشم. میخوام صرف شیرخوارگاه و فیلمسازی کنمش که بهش خیلی علاقه دارم. چقدر آدم خوب. میدونی ممنون که تماشا کردی. خیلی خوب بود، عالی بود. اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. و در آخر با تشکر از کانال آزاد بابت دوبله قشنگشون